سلام، وقت شما بخیر. امیرحسین هستم از البروکس اینسایت. ممنون که وقت میذارید و یه قسمت دیگر از انسایکلوپدیای دکتر بروکس رو نگاه میکنید. قبل از اینکه شروع کنیم دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. یکی اینکه ما یک قسمت و یک سکشن رو فعلا خریدیم از این و در آینده حتما بررسیش میکنیم. فعلا تو اینجا بهتر بود که این مبحث بحث بشه. و نکته دوم، ممنون میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بفرمایید و لایک کنید و ممنون میشم برام کامنت بذارید و نظرتون رو بگید برای هر ویدیو. خیلی به رشد بنده کمک میکنه و انشالله رشد شخصی خود. خب، اسلاید شماره 46، کتاب های خرید H1 و H2 پولبک در روند صعودی یا تریدینگ رنج. میگه که اگر فروشنده‌ها دوبار تلاش کنن که فروش انجام بدن و شکست بخورن، اونا تسلیم میشن. این مسئله پرچم سعودی H2 رو میسازه. های تو بول فلگ. بالای کندل سعودی بخرید، چون اینجا جاییه که فروشنده‌ها با ضرر خارج میشن. اگر اولین حرکت رو به بالا ناموفق بشه و ورودی دومی وجود داشته باشه، اون پول بگ پرچم سعودی H2 یا H2 بول فلگ. در پولبک وقتی که کندل به بالای کندل قبلی می رود، آن پولبک ستاپ خرید H1 است یا H1 بول فلگ. یعنی چی؟ اینجا میگه که در واقع شما اینجا یه صعود داشتین و مدام اومدین پایین و پایین و صفهای کندلی پایین تر تشکیل دادین. اینجا برای اولین بار این صف شکسته میشه، پس این ستاپ خرید H1. توی این قسمت این چیزی هم که گفت، ببینید شما اینجا H1 دارید و برکود دارید و یه تایید کنندش هم میگیرید، پس اینجا در واقع H1 موفقیت آمیزی بوده. میاد توی این قسمت شما در واقع یه دونه پولبک دارید که بعد از این پولبک شما بالای سقف این فعال میشید، ستاپ خرید H1 رو میگیرید و بالای این سقف میرید که میشه H1 یا های وان که ناموفق میشه. به خاطر این کندل H1 ناموفق میشه و تاییدیه نگرفت. بنابراین مکس ادامه پیدا کرد تا جایی که پولبک ادامه پیدا کرد، جایی که برای دفعه بعد شما پایین تر رفتیم، در واقع جایی که برای دفعه بعد سقف کندل قبلی شکسته میشه بالای این کندل سعودی که توی این قسمت هستش. شما H2 رو اینجا تشکیل میدید. چرا H2؟ چون یک بار H1 تون ناموفق شده. بریم ادامه. میگه H1 H2 H3 پولبک هایی در روند صعودی یا تریدینگ رنج هستند. مبتدی‌ها باید به دنبال روند صعودی قوی روند صعودی قوی باشن. در 15 کندل گذشته بهتره که بیشتر از یک کندل زیر EMA کلوز نکرده باشه. اگه احتمال سودآوری بیشتری میخواید، بالای یک کندل صعودی که نزدیک به سقف خودش در واقع کلوز کرده بخرید. این قسمت هم گفته که هر کف دوقلویی یه دونه ستاپ های توه و H3 هم برای شما H3 رو اگه داشته باشید، شما یا یه مثلث دارید یا یه دونه در واقع وج دارید. بریم اسلاید بعدی، اسلاید شماره 47. در واقع پرچم سعودی های 3 های 3 وج زمانی که رو به پایین متمایل شده یا شیپ میگیره. توی این قسمت گفته میشه که X یه پرچم سعودی وج ماننده اگه به سمت پایین متمایل شده باشه، مثل اینجا 1 2 3. اگه افقی باشه مثلثه. اگر در واقع شما حالا اینو به صورت افقی داشتین، یه دونه مثلث داشتین. اهمیتی نداره که چی صداش بزنید یا چی اسمشو بذارید. کلا به ندرت اینجور در واقع الگوها بی‌نقصن. بریم حالا اینجا هم نوشته که H3 بنابراین در واقع وج داریم، وجی که
با کف پایینتر و در واقع الگوی امتیار رو تشکیل داره، هایر لو داره. اسلاید شماره 48 عنوانش هست پرچم صعودی H3 وج یا مثلث. پرچم صعودی H3 افقی با سقف پایینتر و کف بالاتر است. در واقع داره اینجا رو میگه که شما H3 دارید که پرچم صعودی H3 تشکیل شده به صورت افقی با سقف پایینتر و کف بالاتر. حالا عرضم به حضورتون بخوایم پیدا کنید، در واقع شما اینجا نزولی داشتید، اینجا رفتید بالای این کندل H1 رفتی یه سقف زده اومده پایین، بالای این کندل میشه در واقع بالای این کندل که ما رفتیم سقف جدید زدیم H2 رفتیم بالا برگشتیم پایین و در واقع بالای این کندل شده H3. دوباره تاکید میکنه که الگوها به ندرت بی‌نقصن و توی این قسمت هم میگه پرچم صعودی H3 به سمت پایین متمایل شده و شیب گرفته، پس پرچم صعودی وج مانند در واقع داریم. 1 2 3 در واقع H1 میشه بالای این، H2 میشه بالای این و H3 میشه بالای این. بریم اسلاید شماره بعدی، اسلاید شماره 49 که اسلاید سنگینی هم هست. عنوان هست L1 و L2 در روند نزولی یا تریدینگ رنج زیر کندل نزولی بفروشید. خب این عنوان هست میگه که اگر اولین حرکت به سمت پایین شکل ناموفق بشه و ورودی دومی وجود داشته باشه، اون پول بک یه پرچم نزولی L2. L1 L2 L3 پول بک هایی در روند نزولی یا تریدینگ رنج هستند. مبتدی ها باید به دنبال روند قوی در واقع نزولی باشند. در 15 کندل گذشته بهتر در واقع که حد اکثر یک کندل بالای مووینگ اوریج کلوز کرده باشه، نهایتا یعنی بیشتر از یک کندل نباشه. اگه احتمال سوداوری بالا میخواید زیر کندل نزولی که نزدیک به کف خودش در واقع کلوز کرده بفروشید. وقتی کندلی در پولبک به زیر در واقع کندل قبلی میره اون پولبک ستاپ سیگنال فروش L1 بیر فلگ هستش به انگلیسی. اگه خریدارا دو بار تلاش به گرفتن رالی بکنن و شکست بخورن، اونا ناامید میشن که موجب ایجاد پرچم نزولی L2 میشه زیر کندل نزولی، جایی که خریدارها با ضرر خارج میشن بفروشین. بریم اسلاید 50. توی این اسلاید گفته شده که توی این قسمت میگه که وج 3 تا لگ به سمت پایین که به سمت بالا متمایل شده. دومین سیگنال فروش بریک اوت ناموفق بالای پرچم نزولی وج مانند. در واقع شما یه پرچم نزولی وج مانند اینجا داشتیم، اومده بریک اوت کنه که ناموفق شده زیر در واقع این کندل که ستاپ به در واقع L1 رو میده به شما اینجا میفروشید. توی این قسمت گفته شده مثلث با سلک به سمت بالا به صورت سایدوی مانند 1 2 و 3 و توی این قسمت میگه که ستاپ پرچم نزولی L3 در روند در واقع نزولی اینو داره میگه. ببینید شما 3 بار L1 L2 L3 داشتید که همونجوری که نوشته، شما در واقع اینجا اولین جاییه که به زیر این کندل میره L3 حساب میشه که ناموفق هم شده، یعنی ببینید برگشته بالا.
توی اون قسمت. در واقع حالا اینجا داره اینو میگه که میگه چون به سمت بالا شیب گرفته و متمایل شده به سمت بالا، پرچم نزولی وج مانند داریم. اگه همین افقی بود مثل اینجا، در واقع ما مثلث داشتیم. دوباره بازم تاکید میکنه که میگه این الگوها به ندرت بی‌نقصن و اینکه برای اینکه در واقع ستاپ L3 که توی موضوعمون هم بود تشکیل بشه، شما نیاز به 3 تا برگشت به پایین و یا 3 تا لگ به سمت بالا داریم. بازم تاکید میکنه، میگه اگه احتمال سوداوری بالا میخواید، زیر کندل نزولی که نزدیک به کف خودش در واقع کلوز کرده بفروشید. اینم پایان اسلاید 50 و اسلاید 51. گفته میشه کف های ترکیبی متوالی در واقع 2 لگ به سمت بالا که احتمالاً 2 لگ به سمت بالا هستش، یا در واقع احتمال 2 لگ به سمت بالا رو داریم. خب کف های ترکیبی متوالی در واقع نوع H4، البته اینجا H5 هم داریم توی این H1 H2 H3 H4 و H5. پرچم سعودی وج مانند که H3 رو در واقع ستاپ H3 رو داشتیم، 1 2 3 بالای این ستاپ H3 رو داشتیم. بعد از اون یه دونه ستاپ هایتو داشتیم با در واقع که میشه کف دو قلوب با ارزان به حضورتون کف پایینتر در واقع، که منظورش اینجا هست توی L5 در واقع هایوان هایتو، در واقع منظورش اینجا هست که کندل حالا قوی هم هستش، که کلا به این نوع میگن در واقع کف‌های ترکیبی در واقع متوالی 1 2 3 و دوباره یه هایوان یه هایتو که حالا اینجا 1 2 3 4 5 گفته شده. اسلاید شماره 52 سقف‌های L2 متوالی یا در واقع L4 در سقف که توضیحش هست. خب این توضیحش بدیم. گفته که وج با سقف پایین‌تر داریم، 1 2 3 سقف پایین‌تری نسبت به اینجا تشکیل داده، البته اینجا 4 هم داشتیم، سقف پایین‌تر رو تشکیل داده. اوتساید بارهای متوالی داشتیم یا او، این کندل بیرون این کندله و این کندل بیرون این کندله و حتی این کندل بیرون این کندله. زیر این کندل نزولی در این مرتبه است که این قسمت نوشته شده، زیر این کندل نزولی بفروشید. بعد از اون گفته شده که در واقع ما اینجا 6 کندل سعودی داشتیم، 1 2 3 4 5 6 کندل سعودی داشتیم. بنابراین در واقع کلایمکس خرید داریم که کلوز دیروز رو در واقع تست کرده. توی این قسمت اگر ببینید اینجا بازار بسته شده، این کلوز دیروز رو تست کرده. کندل اوتساید نزولی بعد از یک اوتساید بار داریم، اینجا یه اوتساید بار داشتیم، یک کندل اوتساید بار نزولی داریم و بنابراین میکرو سقف دو قلوب و دومین سیگنال فروش برای این وج رو داریم که زیر این میفروشیم. در واقع نوع L4 که گفته میشد همچین چیزی هست که با حالا سقف‌های ترکیبی در واقع شکل میگیره. بریم اسلاید شماره 53. عنوانش هست سقف‌های متوالی وج و سپس L2 داریم. سقف‌های ترکیبی متوالی داریم، وج در سقف، سپس ستاپ L2 در سقف که البته اینجا L4 هم شکل گرفته. حالا من این قسمتی توضیح میدم. اینجا حالا در واقع L1 رو گذاشته با یه علامت سوال که حالا
من خودم زیاد درست متوجه نیستم چرا علامت سوال گذاشته. اگه متوجه شدین حتما بهم بگین. ما اینجا در واقع یک زیر این کندل اومدیم L1، دوباره اینجا زیر این کندل اومدیم که حالا اینو با علامت سوال نمیشه گفته یک، اینجا زیر این اومدیم 1 2 3 وج داشتیم و ازم بزرگتون زیر این اومدیم یه وج داشتیم به سمت بالا که در واقع با این کندل فیل شده که حداقل دو لگ اگه یادتون باشه به سمت بالا داریم، دو لگ حداقل به سمت بالا. و حالا اینجا L3 رو داریم زیر این اومده و در واقع L4 یک سقف در واقع سقف‌های متوالی هستند که دارن شکل میگیرن که بعد از در واقع L4 اومده زیر این فروش گرفته و توی این قسمت میگه که بریکوت داریم، بنابراین روند صعودی شروع میشود. پس از بریکوت شروع به در واقع شمارش کنید. کجا رو میگه؟ این قسمت رو میگه که شما در واقع بعد از این شروع میکنید به شمارش کندلی. البته فکر میکنم دلیلش این هستش که دقیقا خودش داره میگه چون بریکوت داریم از اینجا شروع میکنیم به شمارش. بریم اسلاید شماره 54. موضوع هست در واقع ستاپ L4 انتظار 2 لگ و 10 کندل سایدوی به سمت در واقع پایین رو داریم. بریکوت بالای سقف در واقع L2 داشتیم، اینجا رو میگه بالای سقف L2 بریکوت گرفتیم. انتظار دومین لگ به سمت در واقع بالا رو داریم، اینجا بریکوت گرفتیم، لگ اول فول بک و لگ دوم، انتظار لگ دوم رو داریم در واقع. و اینکه 4 تا برگشت داشتیم، بنابراین ستاپ L4 داشتیم در واقع یه برگشت، دو برگشت، سه برگشت و 4 برگشت. تجمیع 2 تا L2 بوده، L1 L2 L1 و L2. وج در سقف و L4 در سقف برای هر دو انتظار TBTL یا در واقع 10 کندل و 2 لگ رو داریم که به صورت حرکت ساید مانند به سمت پایین بیاین. خب 2 لگ قرار بود بریم به سمت پایین. اولین در واقع لگی که اومده به صورت ترکیبیه چون خودش 2 تا لگ کوچیک درون خودش داره، 1 2 که در کل هم 1 و در واقع 2 هستش. چون تعداد کندل کافی برای اینکه پایان اصلاح در واقع پایان اصلاح الگو این الگوی 20 کندله باشه وجود نداره، انتظار حدود نیمی از کندل های موجود در رالی رو داریم و در واقع انتظار 2 لگ واضح رو داریم. خسته نباشید. امیدوارم که این انسایکلوپدیا هم این قسمت هم براتون مفید واقع بشه. ممنون میشم کامنت بذارید. بازم میگم خیلی بهمون انرژی میدین. کامنت بذارید و لایک کنید و سابسکرایب کنید کانال یوتیوب رو و همچنین توی در واقع اینستاگرام ما عضو بشید. دست شما درد نکنه. خسته نباشید. خدا نگهدار.